بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت اساتید عزیز و ارجمند جناب آقای انصاری و بقیه دوستان همکاران و همه موحدین جهان و بینندگان شبکه وصال حق. من امیرحسین شیعه هدایت یافته از بلژیک هستم و چند مطلب مهم رو به سمع و نظر بینندگان به خصوص آدمخواران ولایت و بعضی از افرادی که به اسم شهید شیعه رافضی تلفن میکنن عرض میکنم. آقای محمد از یزد، شما که در مواقع مختلف به شبکه وصال حق تلفن میکنید و با سفسطه و مغلطه گاهی به نعل و گاهی بر میخ مطالبی را عنوان میکنید و میگویید شهادت ثلاثه در اذان مستحب است نه واجب. آیا فکر نمیکنید که دروغ میگویید؟ شهادت ثلاثه اذان رسمی دولت جمهوری اسلامی و قبل از این حکومت هم بوده و شیعیان آن در تمام مساجد و محلهای برگزاری نماز این شهادت ثلاثه را ذکر میکنند و بدون ذکر این شهادت ثلاثه نماز نمیخوانند و حتی نمازشان باطل است. گاهی میگویید این مطلب یا آن مطلب را قبول ندارم. شما دین خود را از قرآن و سنت رسول اکرم میگیرید یا از همین آخوندهای رافضی؟ شما به عنوان شیعه مقلد کدام یک از مراجع ایران هستید؟ گاهی از عقد موقت یا همان متعه دفاع میکنید. آیا حاضرید خواهر و یا بستگان خود را به عنوان صیغه به مردان شهوت پرست بدهید؟ شما که مدعی هستید که فلان حدیث ضعیف یا موضوع و جعلی است، آیا شما فرد شناخته شده و رسمی این مذهب هستید یا باید آیت الله ها بیایند و اعلام کنند که این احادیث جعلی است؟ شما دم میزنید امامان به اذن خدا همه کار میکنند و قدرت تکوینی دارند. چرا امام رضا وقتی در محل گنبد و بارگاه طلاییش بمب گذاشتند به اذن خدا بمب را خنثی نکرد؟ یا به اذن خدا جام زهر را از مأمون میگرفت و تبدیل به شربت گوارا میکرد؟ آقای رضوی از قم که من خودم سالها در قم زندگی کردم، در محله خاکفرج نزدیک قبرستان وادی السلام قم و محل کارم نیز پل آهنچی بوده، شما دین خود را از که میگیرید؟ مگر نه اینکه از همین مراجع حوزه قم و مشهد میگیرید؟ شما چه کاره هستید که میگویید این حدیث یا آن حدیث را قبول ندارم؟ شماها مانند ارباب بزرگتان خمینی دجال دروغگو هستید. خمینی که میگفت حفظ نظام بالاتر از نماز است. شماها که میگویید امام رضا دست به تابلوی آویزان به دیوار که تصویر یک شیر در آن کشیده شده به اذن خدا با آن تصویر دست میکشد، شیر در تصویر زنده میشود و از تابلو بیرون میآید، کور را شفا میکند. مگر نمیدانید خداوند قدرت شفا دارد؟ یا من اسمه دوا و ذکره شفا. شماها بت پرستان قرن 21 هستید. شماها مگر نمیگویید دشمن اسرائیل هستید؟ نیروی زمینی و هوایی دریایی ارتش، نیروی زمینی و دریایی و هوایی سپاه پاسداران و همچنین سپاه قدس را دارید. ترتیب نقدی که میگوید ناو هواپیما آمریکا یک لگن بچه است، پس با این همه نیرو و تجهیزات و موشک‌های شهاب 1 و 2 و 3 و 4 و سجیل و دیگر مهمات، چرا حالا که در سوریه هستید و به بشار اسد ملعون کمک نظامی و مالی میکنید چرا به اسرائیل حمله نمیکنید؟ حالا که مسلمانان و ارتش‌های مسلمان دارند به ملت یمن کمک میکنند، داد و فریادتان در آمده. کمی تعقل کنید، دست از این تدلیس و دروغ‌هایتان بردارید، به قرآن برگردید، به سنت پاک رسول خدا عمل کنید، وگرنه خسارت دنیا و الاخره میشوید. خداوند دروغگویان را دوست ندارد. آقای محمد از یزد که میگویید شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی میخورند، راست میگویید، آیه قرآن کریم است. ولی منظور شماها این است که امامان شما با چسب دوقلو به خداوند تبارک و تعالی چسبیدن و هر جا خدا میرود آنها هم با او هستند و هر کس هر چیزی را از خدا بخواهد باید اول به امامان شما بگوید. مگر شماها نمیگویید حضرت علی مقسم بهشت و جهنم است؟ پس معنی آیه فمن یعمل مثقال ذره یره چه می شود؟ اگر قطره اشکی بریزید برای شهادت حسین ابن علی
هرچند بزرگترین گناهان را هم کرده باشید، به خاطر آن چند قطره اشک به بهشت می‌روید. دست بردارید از این خرافات، دست بردارید از این دروغ گفتنها، دست بردارید از این سفسطه و مغلطه کردنها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برادر عزیزمون از بلژیک.